سلام، به ویدیو جدید ما خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد یه حشره صحبت کنیم که میتونه خیلی آزاردهنده باشه. این حشره به دو نوع وجود داره، یعنی اگر بخوایم در نظر بگیریم برای انسان مشکلی رو ایجاد کنه، این حشره که اسمش شپش هستش، شپش داریم که نوعش به شپش سر معروفه و شپش بدن. شپش سر که حالا میاد روی سر شروع میکنه به تغذیه و راه انتقالش هم استفاده از لوازم شخصی دیگران مثل برس، کلاه و شانه هستش. اما شپش بدن روی سطح بدن و زیر لباس فعالیت میکنه. شپش های بدن میتونن دو نوع بیماری رو به بدن انسان انتقال بدن. یکی بیماری تیفوس هست و دیگه اینکه بیماری تب راجعه. بیماری تیفوس به این شکل هست، روش انتقالش از شپش این که به محض اینکه شپش از بدن فرد آلوده تغذیه میکنه و زمانی که این شپش حالا له میشه و یا اینکه از طریق کشتن یا له کردن این شپش میکروب های بیماریزایی که داخل بدن این شپش ها هستن به محض کشته شدنشون انتقال پیدا میکنن به فرد جدید. بیماری دیگه ای که شپش بدن به انسان انتقال میده تب راجعه هستش. این بیماری هم به وسیله له شدن این شپش ها به وسیله انسان به انسان دیگر انتقال پیدا میکنه. در زمانهای قدیم می اومدن استفاده میکردن از سم DDT برای کنترل شپش، اما این سم امروزه به جهت اینکه حالا اون درجه سمیت و مسمومیت زایی که داره دیگه منسوخ شده و روش‌های دیگه جایگزین این روش‌ها شده برای اینکه کنترل کنیم حشرات رو. اما امروز می‌خوایم بیشتر در مورد شپش سر صحبت کنیم. شپش سر بیشتر در مهد کودک‌ها یا مدرسه‌ها و تو جاهایی که بچه‌ها بیشتر با هم ارتباط دارن، این شپش‌ها بیشتر از این راه‌ها انتقال پیدا میکنه به بچه‌های ما یا فرزندان ما. برای مبارزه با شپش سر خب ما روزانه مراجعه کننده های زیادی رو داریم که میگن مثلا به ما سمی رو پیشنهاد کنید که ما بتونیم از این طریق این شپش سر رو تو سر بچه‌هامون کنترل کنیم و بچه‌ها دارن به شدت آسیب میبینن، اذیت میشن، به جهتی که زمانی که شپش وارد سر انسان میشه روش‌های آزاردهنده‌ای داره، به جهت اون گزشی که از خون بدن انسان داره خارش‌هایی رو روی سطح سر انسان ایجاد میکنه. این خارش سر به شدت ممکنه برای بچه‌های ما آزاردهنده باشه. خب همونطوری که گفتیم ما هیچ سمی رو برای کنترل شپش روی سر پیشنهاد نمی‌کنیم، به جهت اینکه ما روی بدن ما سر و پیشانی جزء اون قسمت‌هایی هستن که سم از این قسمت‌ها بیشترین نفوذ رو داره تو بدن انسان. امروز میخوام بهتون پیشنهاد کنم یه قطره‌ای رو که قطره قطع شپش هستش و این ساخته شده از روغن‌های گیاهی. به این شکل که این قطره رو ما چند قطره از محلول این قطره رو ما چند قطره داخل سر میچکانیم و با حالا یه مقدار چنگ میزنیم موی سر رو و اینکه یه کلاه پلاستیکی روی سر فرزندمون یا خودمون میگذاریم و تقریبا 25 دقیقه تا 30 دقیقه به این شکل حالا زیر کلاه میمونن این شپش ها و این باعث میشه که رشک این حشرات یا این شپش ها به طور کامل از بین بره. به صورتی که چند بار استفاده بشن رشک ها و شپش ها به شدت کنترل میشن و از بین میرن. استفاده میکنیم از روغن های گیاهی. روغن های گیاهی به خاطر حالت ویسکوزیته‌ای که روی سر ایجاد میکنن یه لایه محافظتی میان ایجاد میکنن روی بدن شپش و باعث میشن که حالت اون شپش ها حالت خفگی بهشون دست بده و از بین بره و به محض اینکه این روغن ها رو استفاده میکنیم و به حمام بریم و با یه شونه موهای خودمون رو شونه کنیم باعث ریزش حشرات، شپش ها و رشک یا تخم این حشرات میشه. روغن هایی رو که میتونیم استفاده کنیم برای کنترل طبیعی این حشره روی سر، روغن نارگیل، روغن شمعدانی
روغن اوکالیپتوس، روغن استخوان‌دوست، روغن چریش و روغن درخت چای. دیگه مواردی که میتونیم استفاده کنیم آب پیاز هستش. پیاز رو رنده میکنیم و آب پیاز رو به مو آغشته میکنیم، یا سیر، حتی میتونیم آب سیر رو رنده کنیم و آب سیر رو روی موها بمالیم و اینکه به حمام بریم، حالا شستشو بدیم و با این روش هم تعداد زیادی از رشک‌ها و شپش‌ها از بین میرن. ماده دیگه ای که میتونیم استفاده کنیم برای کنترل شپش سس مایونز هستش. سس مایونز به خاطر حالت روغنی که داره فقط روی شپش‌های بالغ تاثیرگذاره، ولی رشک‌ها رو از بین نمیبره به جهت اینکه خب داخلش سرکه نیست. ما میتونیم سرکه رو جدا بهش اضافه کنیم یا جدا اصلا سرکه رو استفاده کنیم. خود سرکه هم ماده‌ای هستش که به راحتی میتونه تعداد زیادی از این شپش‌ها و رشک‌ها رو از بین ببره. ماده دیگه ای که میتونیم استفاده کنیم برای کنترل شپش، دونه‌های اسفند رو میایم میکس میکنیم یا لهشون میکنیم، به مدت نیم ساعت دم میکنیم و آبی رو که حالا سرد شده میایم روی سر مالش میدیم و کلاه رو سرمون میکنیم و بعد از چند ساعت به حمام میریم و با شونه حالا دندانه‌دار، از این شونه‌های دندانه‌دار شونه میکنیم و باعث ریزش رشک و خود شپش میشه. ترکیب آب و نمک هم میتونیم اسپری کنیم روی موها و اینکه اگر تمام این موارد رو انجام دادیم میتونیم لباس هامون رو که حالا ممکنه رشک یا شپش هم داخل این لباس ها باشه میتونیم ببریم داخل آفتاب یا داخل آب داغ، اینا رو بجوشونیم و باعث میشه اگر رشک یا شپشی هم داخل لباس ها باشه به این روش از بین بره و تا حد زیادی کنترل کنیم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودیم. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.